سلام، اینجا پادکست مدیومه و تو این قسمت قراره نگاهی داشته باشیم به کتاب ابداع مورل نوشته آدولفو بیوی کاسارس. با من همراه باشید. تو این قسمت میخوام راجع به کتاب ابداع مورل یا اگه درست تلفظش بکنم لا د مورل نوشته آدولفو بیوی کاسارس صحبت کنم. آدولفو بیوی کاسارس نویسنده آرژانتینی قرن 20 که به عنوان یکی از چهره‌های تاثیرگذار تو ادبیات معاصر آمریکای لاتین شناخته میشه. اول از همه بگم که این کتاب یکی از موفق ترین آثاری هستش که از این نویسنده چاپ شده. بسیار مورد تمجید منتقدین و خوانندگان قرار گرفته و حتی در سال 1941 برنده اولین جایزه ادبی شهرداری شهر بوینوس آیرس شده. از نظر ارزش ادبی به نظر میرسه که منتقدان این کتاب رو همرده کتابی مثل سفر به مرکز زمین اثر ژول ورن میدونن. خب با این مقدمه بریم که به داستان این کتاب یه نگاهی داشته باشیم. داستان کتاب ابداع مورل در واقع ماجرا محوره و با اتفاقات پشت سر هم خواننده رو درگیر خودش میکنه و این اتفاقات پشت سر همن که داستان رو پیش میبرن. نویسنده این کتاب رو به سبک فانتزی واقع گرایانه نوشته و سعی کرده تخیلات داستانیش رو با مکانیزم‌های علمی و فناورانه منطقی جلوه بده. این سبک نوشتار یکی از ویژگی‌های متمایز کننده‌ای بود که تو این داستان منو جذب خودش کرد. قسمت جالب توجه دیگه‌ای که داشت استفاده نویسنده از ترکیبات متضاد در کنار همدیگه بود. به این شکل که تو خوانش اول هیچ چیز عجیبی شاید به چشم خواننده نیاد، اما همین که یه خورده به متن کتاب دقیق میشیم و جمله‌ها و پاراگراف‌ها رو با همدیگه مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که یه تضاد شدید محتوایی تو کتاب وجود داره که تا بهش دقت نکنیم به چشممون نمیاد. این هنر آقای بیوی کاسارس که تونسته این ترکیبات متضاد رو یه جوری طبیعی کنار هم بذاره که خواننده نگاه اول اصلا متوجهشون نشه، یکی از نقاط قوت نویسندگی تو این کتاب بود به نظرم. آقای کاسارس تو این کتاب یه موضوع قدیمی رو اساس داستانش گذاشته و اونم موضوع جاودانگی و تلاش انسان برای دستیابی به عمر جاویده. کل اتفاقات کتاب حول همین موضوع میچرخه. البته موضوعات خرد دیگه‌ای مثل عشق و آزادی انسان‌ها، اختیار عمل انسان‌ها موضوعات دیگه‌ای هستند که تو این کتاب بهشون اشاره شده، منتها موضوع اصلی جاودانگیه. نوشتن از موضوعات کلیشه‌ای مثل اینها همیشه یه ریسکی رو داره که کتاب تکراری و یک نواخت و کسل کننده بشه، مخصوصا واسه خواننده‌ای که احتمالاً با این عنوان‌ها تو داستان‌های دیگه برخورد داشته. خیلی راحته که با خودش آدم فکر بکنه که خب این داستان تکراریه مثل بقیه. منتها کاسارس با استفاده از تخیلاتی که داشته و فضای جدیدی که تو این کتاب خلق میکنه، یه فضایی که قبل از اون کم سابقه بوده و میشه گفت ریشه در روزگار معاصر و پیشرفت‌های تکنولوژی اون زمان داشته، تونسته به خوبی محدودیت‌ها رو کنار بزنه و یه داستان با رنگ و بوی جدید بهمون عرضه بکنه. در مجموع اگه بخوام بگم، به نظر من رمان ابداع مورل یه داستان ماجرا محور فانتزی با پیچش‌های داستانی خیلی جذاب بود. چیزی که این کتاب واسه من خیلی جذاب‌تر کرد هنر نویسنده تو طرح سوالات اساسی راجع به عشق و تلاش انسان برای کنترل سرنوشت خودش بود.
اینا یه جوری بودن که هم از خوندن کتاب سرگرم شدم، هم وقتی آخرین صفحه رو خوندم و کتابو بستم تا 2-3 ساعت بعد از اون این سوالایی که تو متن کتاب مطرح شده بودن منو درگیر خودشون کرده بودن و بهشون فکر میکردم. حجم کم این کتاب در کنار متن نسبتاً روونی که داشت باعث میشه که پیشنهاد دادن این کتاب به اکثر آدما کار خیلی راحتی باشه. خودم نسخه‌ای که خوندم نسخه ترجمه شده به دست آقای ویسی بود که از نشر سالس چاپ شده. شما اگه ترجمه دیگه‌ای میشناسین از این کتاب یا چاپ دیگه‌ای از ناشر دیگه‌ای لطفاً تو کامنت ها به من و بقیه شنونده ها معرفیش کنید. ممنونم که این قسمت رو تا انتها گوش دادین. بی‌صبرانه منتظر نظراتتون راجع به این کتاب هستم. اگه این کتابو خوندین لطفاً واسم بنویسین که راجع به این سوالاتی که نویسنده توش مطرح کرده چه فکری میکنید، نظرتون رو بهم بگین. امیدوارم هر جا که هستین آزاد و عاشق و سلامت باشین. تا یه قسمت دیگه، خدا نگهدار.